محمد آقادی هستم. این ربات خطخوان تک سنسوریه که من ساختم. من میخوام با یک سنسور یه مسیر صاف و خطخوانی کنه و از آشپزخونه تا پذیرایی ببره. من برای این کار که با یک سنسور خطخوانی کنه برنامه رو جوری نوشتم که اول بره اینجا، اگه خط سیاه دید دوباره بره این و دوباره بره این و تا همینطوری مسافت خط مشکی رو طی میکنه. حالا بریم طرز کارش رو من ببینیم. حالا من میخوام این ربات همچین کاری رو بکنه. اول بده جلو، وقتی خط سیاه تشخیص داد بیاد عقب، به چرخه به راست، دوباره این کار چندین بار تکرار کنه. حالا بریم طرز کارش رو با هم ببینیم.